ای قماربازان نامحترم، حرامخوران نامحترم، فریبگران نامحترم، قمار در اسلام حرام است. هر بازی یا شرط گزاری که با برد و باخت مالی باشد قمار است و قطعاً ممنوع شده است. الله تعالی در آیه 90 سوره مائده فرموده است: ای مؤمنان، می یعنی شراب، قمار، بتها و قرعه کشی ناپاک و از عملهای شیطان می باشند، پس از آنها دوری جویید تا که نجات یابید. امام بخاری رحمه الله روایت می کند که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: هر کسی به دوست خود بگوید بیا تا با تو قمار کنم، پس باید صدقه دهد، یعنی کفاره دهد. قول علمای فقه امام ابو حنیفه رحمه الله و دیگر فقیهان مذهب حنفی گفتند هر چیزی که در آن برد و باخت مالی باشد میسر یعنی قمار است و حرام می باشد، نابسته از آن که بازی با سنگ باشد یا با پول زیاد. امام نووی شافعی رحمه الله در شرح صحیح مسلم می نویسد علما بر حرام بودن میسر یعنی قمار اتفاق دارند، زیرا آن به باطل مالخوری و فتنه می آورد. ابن تیمیه رحمه الله در مجموعه الفتاوا می گوید قمار هر آن چیزی که در آن برد و باخت است حتی اگر کم باشد و این از بزرگترین گناهان کبیره است. پس با اجماع یعنی اتفاق کل علمای اسلام قمار حرام و گناه کبیره است. اما شما منافقان و حرامخوران عصر پروای دین و مذهب ندارید. برایتان مهم نیست از راه حلال درآمد داشته باشه یا از راه حرام. الله تعالی نیستان کند جوانان گرنگ گوسفند مانند تاجیک گمراه و حرامخور کردین. عذاب دردناک الله شما را منتظر است، دانسته باشید.